این آدمایی که پشت اون خاکریزه ها بودن با چه کینه‌ای و انگیزه‌ای با رزمندگان ما می‌جنگیدن. نظامیان عراقی آدم‌های ابله و ترسو و بزدلی نبودند. آدم‌های جنگجو و نترسی بودند. اینجور نبود آقای خسروی که کسی توی این فیلم‌ها و بعضا سریال‌هایی که امروز صدا و سیما خیلی وقتا هم نشون میده، ما هم دیدیم، یه اسلحه کلاش برداره، یه گدن بکشه و 100 تا عراقی رو درو بکنه و آبکش بکنه. اینجور نبود که نظامی عراق آدمای ترسویی باشن. اگه ترسو بودن که جنگ 8 سال طول نمی‌کشید. ما 219,000 شهید نمیدادیم. عراق 13 میلیون جمعیت داشت، 3 میلیون نظامی آموزش دیدی پای کار داشت. ما 36 میلیون جمعیت داشتیم، 1,100,000 نفر جنگ رو اداره کردند. اما این آدمای پشت اون خاکریز آدمایی بودند که اگر یه نقطه‌ای رو می‌گرفتند مثل قفقاز و ترکمنچای میشد، دیگه دست ما نمیافتاد. مصداقشون که مثل آقای ژنرال حسین کامل بوده که اگر توی اردوگاهی هم میرفت، توی نقطه‌ای هم میرفت، به کسی رحم نمی‌کرد، اما دستش به بچه‌های ما تو زندان‌های عراق رسید. چی کار می‌کرد؟ 2 تا رفیقی که کنار هم نشسته بودن با هم حرف می‌زدن، صداشون می‌زدن میگفتن بیاین بیرون، بعد میگفت به صورت همدیگه سیگلی بزنید. یه کسی مثل ژنرال هشام صباح الفخری فرمانده سپاه چهارم عراقه. چه اتفاقی افتاد؟ توفیق احمد این آدم میگه آقا سید، همین سرلشکر هشام صباح الفخری در منطقه قلعه دیزه در مقر تیپ 417 عراق بالگردش به زمین نشست. به خدا این 3 تا اسیر پاسدار نبودن، بسیجی نبودند. تو میدونی جندی مکلف چیه؟ سرباز وظیفه بودن این 3 تا اسیری که ما گرفته بودیم. بعد هشام صباح الفخری گفت من اینا رو خودم میبرم پشت. سوار بالگردش شد. این بالگرد اوج گرفت، رفت بالا، وایساد، چرخید. بعد خود هشام صباح الفخری در این بالگرد رو بازش کرد و این 3 تا اسیر رو یکی پس از دیگری انداخت پایین. گفت افتادن 3 اسیر ایرانی توسط هشام صباح الفخری فرمانده سپاه چهارم عراق تو منطقه قلعه دیزه از بالای سرم که به زمین افتاد شده کابوس شب‌های من. آقای خسروی دستشون به ملت ایران نرسید، اما دستشون به بچه‌های ما تو زندان‌های عراق رسید. درود به همتون. حالا هی بیا بگو عراقی برادر ماست. فقط هر کی این جمله رو گفت، خب چی بگم؟ بگم نکوارو نمیشه. آره متاسفم.